سلام به همگی. امروز اومدیم با ویدیو دوتا مقایسه دوتا دایناسور، یکی رکسی و ایمبر. حالا این دوتا تیرکس هستن، مثلا تیرکس های مختلف. رکسی تیرکس جوراسیک پارک از جوراسیک ورلد 1 و 2 و 3 هست و ایمبر تیرکس جوراسیک ورلد آخری که هست که منتشر شد. ما این دو رو با هم مقایسه میکنیم و آخر فیلم حتما بهتون میگم کی برنده میشه. این تحقیقات خودم، یعنی چت جی پی تی هر چی فکرشو کنین پرسیدم، اینم کاغذش، برای همین اطلاعات درست بهتون میدم و آخر ویدیو هم برنده رو بهتون چیز میکنم. خب بریم سراغ چیز. خب از اندازه ایمبر خیلی از رکسی بیشتره و جوری که خودمون توی فیلم دیدیم جسه بزرگتری نسبت به رکسی داشت و انگاری وزن و اینجور چیزاش هم بیشتره. برای اندازه ایمبر رکسی رو شکست میده. خب یه الان چیز میکنم ایمبر 1. خب حالا بریم سراغ هوش و ذکاوت رکسی خیلی بیشتر از ایمبره، چون که در جوراسیک ورلد 1 و 3 دیدیم که جیگانتوسوروس رو انداخت توی چنگای ترینوزوروس و جوراسیک ورلد 1 ایندومینوس انداخت تو دهن موساسوروس و این هوش و ذکاوت من رو به شگفت منو تعجب آور کرد و هوش و ذکاوت رکسی خیلی بیشتر از ایمبره. بله ایمبر ولی اینجا شدن 1-1. رکسی هم اینجا رو برد، پس فهمیدیم اندازه ایمبر بزرگتره ولی هوش رکسی بیشتره. خب حالا بریم تا قدرت ایمبر چیز بیشتره، مشخصه که بیشتره چون اندازه بزرگتری داره، ولی اگه رکسی از هوشش خیلی 100% استفاده کنه شاید بتونه ایمبر رو ببره، مثلا جوری که ایندومینوس رو کشت. ولی قدرت ایمبر به دلیل بزرگ بودن جثه خیلی بیشتره. خب اینجا دو امتیاز میگیره ایمبر. بریم سراغ توانایی یعنی چی؟ یعنی مثلا قدرت مثلا شناگری. ما توی فیلم ندیدیم که رکسی شنا کنه یا مثلا چیز دیگه ای، ولی ایمبر در اون فیلم دیدیم چه شناگر ماهری هم بود و ایمبر مثلا توی یک رودخونه بخوان جنگ کنه ایمبر حتما میبره رکسیو و اینجا ایمبر 3 امتیاز میگیره، میشه 3-1 ایمبر جلو. خب توانایی، قدرت، هوش، اندازه رو گفتم. حالا بریم سراغ سرعت رکسی به خاطر کوچکتر بودن جثه‌اش از ایمبر خیلی سرعتش بیشتره و خودمون هم دیدیم توی فیلم. بله اینجا رکسی برنده میشه توی سرعت، میشیم 3-2. تا حالا ایمبر 3 تا جلوتره. خب حالا میریم سراغ مبارزه ایمبر از رکسی فکر کنم بدتر باشه. من فکر نمی کنم، چت جی پی تی گفته بود، من یادمه گفت به خاطر اینکه رکسی از قبل با جیگانتوسوروس و رپتور و ایندومینوس و اینا جنگیده و گذشتهش خیلی مثلا با حیوانات بیشتری جنگیده، مثلا هوش مبارزش از ایمبر خیلی بیشتره، پس اینجا رکسی برنده میشه تو مبارزه. حالا میشه 3-3. قدرت بدنی ایمبر از رکسی خیلی بیشتره. ما خودمونم توی فیلم دیدیم که ایمبر خیلی از رکسی بزرگتر و چیزتره. رکسی به نظر من یک لاغره، تیرکس لاغر مانندیه به نظر من. یه لحظه صبر رفت. تیرکس لاغر مانندیه به نظر من. خب اینجا ایمبر بازم میبره، میشه یه لحظه صبر کنید. خب قدرت بدنی ایمبر بیشتره. خب بله این هم قدرت بدنی. حالا میریم قدرت فک ایمبر خیلی بیشتر از رکسیه، چون خودتون دیدید که جمجمه بزرگتری داشت نسبت به رکسی و این چیزو بهش میده که در مثلا بخواد مثلا وزن بیشتری برای گاز گرفتن، مثلا یک تیرکس عادی مثلا 4 تن، مثلا رکسی 4 تن چیز بکنه، اون شاید بتونه مثلا 5 تن. خیلی فک بزرگی داشت نسبت به رکسی. خب اینجا هم میگیره. خب حالا میریم قدرت فک و اینجا هم چیز. حالا استراتژی که
رکسی خیلی بهتر از ایمبره. ما خودمون دیدیم که مثلا تو جنگاش استراتژیک به کار میبرد، مثلا ایندامینوس رو استراتژیک انداخت تو دهن موساسوروس و خیلی استراتژیکه و مغز چیز بیشتر از ایمبره. پس اینجا 4. خب حالا وحشیگری. ما وحشیگری ایمبر رو من قابل پذیرم چون رکسی زیاد به آدم ها کاری نداشت و ایمبر همونجا دیدیم چقدر بدبخت کرد بود. حالا اینجا هم ایمبر وحشی تره، پس میشه 6 امتیاز. بله، پس بعدش رنگ. از طرح رنگ وقت میبینیم رکسی قهوه‌ای مانند و قهوه‌ای و سیاه مانندی داره، ولی ایمبر سبز و چیزتره، لجنیه. برای همین و رنگ تکراری، مثلا جوراسیک پارک 3 جوراسیک پارک 2 این تیرکس رو داشتن، ولی رکسی یه رنگ خاصی داره، بس رکسی این چیزو میبره، میشه 5. بعد وزن ایمبر خیلی از رکسی بیشتره، برای همین به خاطر اینکه بزرگتره بلکن نه به خاطر اینکه بزرگتره و این وزنش از رکسی بیشتره، پس اینجا میشه اینجا هم ایمبر برنده میشه. خب حالا برندمون کیه؟ برندمون ایمبره 7-5، یعنی دوتا چیزش بیشتره. به نظر منم ایمبر میبره تو جنگ رکسی، و اگه رکسی بخواد واقعا از هوشش استفاده کنه شاید بتونه ایمبر رو ببره، ولی فکر نکنم. خب ما الان مثلا اگه توی جنگل تنگ باشن رکسی قطعا میتونه ایمبر رو ببره. چرا؟ چون کوچیک‌تره و ایمبر نمیتونه از فضا استفاده کنه و تیرکس و رکسی رو بزنه به زمین. ولی اگه توی فضای باز باشه قطعا دهن رکسی سرویسه، قطعا. ولی ایمبر توی فضای بسته درصد کمتری میتونه رکسی رو ببره. خب این از چیز. خب نگاه کنید دوستان، تو کامنت ها بنویسید مقایسه بعدی چه دایناسوری باشه، مثلا اسپینو با تیرکس، نمیدونم ایندامینوس با اسپینو، هر دایناسوری که میخواین بنویسین من براتون مقایسهش میکنم. این پارت اول مقایسه دایناسور بود، ترکسی و ایمبر. خب تا مقایسه بعد خدافظ. تازه سابسکرایب یادتون نره.